ساعت فرمان نجومی شیوا امواج بدون نیاز به دریافت نور با استفاده از سیستم میکروپروسسوری زمان طلوع و غروب آفتاب را به دقت محاسبه و قطع و وصل روشنایی را کنترل می‌نماید. تذکر: با استفاده از باتری لیتیوم، تنظیمات اولیه دستگاه مانند ساعت، تاریخ و سال حتی در صورت عدم بکارگیری تا 5 سال حفظ شده و تنها در هنگام نصب باید این تنظیمات کنترل شود. در حالت عادی، دستگاه به صورت چرخشی، ساعت و تاریخ رسمی، زمان وصل رله غروب و زمان قطع رله طلوع را نمایش می‌دهد. مراحل تنظیم دستگاه: کلید اینتر را به مدت 4 ثانیه ممتد فشار دهید. نمایشگر بالا عبارت ست را نمایش می‌دهد و پس از گذشت 4 ثانیه وارد منوی تنظیمات می‌شود. نمایشگر پایین حرف وای و نمایشگر بالا عدد سال را به صورت چشمک زن نمایش می‌دهد. به کمک کلیدهای آپ و داون سال را تنظیم نمایید. کلید اینتر را فشار دهید. نمایشگر پایین حرف دی و نمایشگر بالا تاریخ را نمایش می‌دهد و قسمت ماه چشمک زن می‌شود. به کمک کلیدهای آپ و داون ماه را تنظیم نمایید با توجه به تاریخ شمسی. کلید اینتر را فشار دهید. قسمت روز چشمک زن می شود. به کمک کلیدهای آپ و داون روز را بر مبنای تاریخ رسمی تنظیم نمایید. کلید اینتر را فشار دهید. نمایشگر پایین حرف سی و نمایشگر بالا ساعت را نمایش می دهد و قسمت ساعت چشمک زن می شود. به کمک کلیدهای آپ و داون ساعت رسمی را تنظیم نمایید. کلید اینتر را فشار دهید. به کمک کلیدهای آپ و داون دقیقه را تنظیم نمایید. کلید اینتر را فشار دهید. نمایشگر بالا کلمه آف و نمایشگر پایین حرف تی تایمر را نمایش می دهد. اگر در این مرحله آف انتخاب و تایید گردد، با فشار کلید اینتر رله دستگاه در طلوع قطع می گردد و در صورتی که به کمک کلیدهای آپ و داون یکی از اعداد 1 تا 12 انتخاب گردد، مثلا 6، تایمر دستگاه فعال و بعد از وصل رله در غروب زمان تنظیم شده را تایمگیری کرده و سپس قطع می گردد. برای تنظیم زمان خاموش شدن روی ساعت خاص بعد از تنظیم ساعت و دقیقه که نمایش آف می آید، با زدن کلید داون نمایش CLC داریم. با زدن کلید اینتر نمایش ساعت 0 داریم که چشمک زن شده و می توانیم ساعت خاموش شدن را مثلا ساعت 23 تنظیم کنیم. خروجی حتما سر ساعت 23 قطع شود. نکته: اگر ساعت خاموش شدن در آف یا CLC تنظیم شد، خاموش شدن در صبح با آر انجام نمی شود و غیر فعال است. با فشار کلید اینتر ضمن تایید مرحله قبل در نمایشگر پایین حرف آر و در نمایشگر بالا عدد 0 یا عدد تنظیم شده قبلی به صورت چشمک زن نمایش داده می شود. در این قسمت می توان زمان قطع رله دستگاه در طلوع آفتاب را به صورت دستی حد اکثر به میزان 2 ساعت به عقب یا جلو انتقال دهیم. به طور مثال، اگر بخواهیم رله دستگاه 5 دقیقه قبل از طلوع آفتاب قطع شود، به کمک کلیدهای آپ و داون عدد -5 را در نمایشگر بالا تنظیم می نماییم. کلید اینتر را فشار دهید. ضمن تایید مرحله قبل در نمایشگر پایین حرف N و نمایشگر بالا عدد 0 یا عدد تنظیم شده قبلی را نمایش می دهد. در این قسمت می توان زمان وصل رله دستگاه در غروب آفتاب را به صورت دستی حد اکثر به میزان 2 ساعت به عقب یا جلو انتقال دهیم. اگر بخواهیم رله دستگاه 5 دقیقه قبل از غروب آفتاب وصل شود، به کمک کلیدهای آپ و داون عدد -5 را در نمایشگر بالا تنظیم می نماییم. اگر بخواهیم رله دستگاه 5 دقیقه بعد از غروب آفتاب وصل گردد، به کمک کلیدهای آپ و داون عدد -5 را در نمایشگر بالا تنظیم می نماییم. اگر بخواهیم رله دستگاه 5 دقیقه بعد از طلوع آفتاب قطع گردد، به کمک کلیدهای آپ و داون عدد 5 را در نمایشگر بالا تنظیم می نماییم.
کلید اینتر را فشار دهید. نمایشگر بالا عبارت اد 1 را نمایش می‌دهد. در صورت انتخاب عدد 1، دستگاه تغییرات ساعت تابستانه و زمستانه را اعمال می‌نماید. در 6 ماه اول 1 ساعت به جلو رفته و در 6 ماه دوم به حالت اول برمیگردد. در صورت انتخاب عدد 0، ساعت دستگاه در 6 ماه اول و دوم تغییر نخواهد کرد. به کمک کلیدهای آپ و داون میتوان یکی از دو حالت اد 1 یا اد 0 را انتخاب کرد. با فشار کلید اینتر ضمن تایید مرحله قبل عبارت کد یا LY در نمایشگر بالا نمایش داده می شود که به کمک کلیدهای آپ و داون قابل تبدیل به یکدیگر می باشند. در صورتی که حالت کد انتخاب گردد، باید با توجه به جدول ارائه شده کد شهرها، کد مکان مورد نظر تنظیم گردد. پس از نمایش کد، کلید اینتر را فشار دهید. کد تنظیم شده قبلی در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. به کمک کلیدهای آپ و داون کد مورد نظر را تنظیم نمایید. اگر حالت LY طول و عرض جغرافیایی انتخاب گردد، میبایست مراحل زیر جهت تعیین مکان نصب دستگاه انجام گیرد. در حالت LY کلید اینتر را فشار دهید. نمایشگر پایین حرف L طول جغرافیایی و نمایشگر بالا طول جغرافیایی تنظیم شده قبلی را نمایش می‌دهد. به کمک کلیدهای آپ و داون طول جغرافیایی مکان نصب دستگاه را وارد نمایید. کلید اینتر را فشار دهید. ضمن تایید مرحله قبل، نمایشگر پایین حرف Y عرض جغرافیایی و نمایشگر بالا عدد تنظیم شده قبلی را نمایش می‌دهد. به کمک کلیدهای آپ و داون عرض جغرافیایی مکان نصب دستگاه را وارد نمایید. کلید اینتر را فشار دهید. نمایشگر بالا عبارت سیو را نمایش می‌دهد و تنظیمات دستگاه به پایان می‌رسد.